ابراهیم رحیمپور، معاون وزیر کارهای خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیا، روز یکشنبه وارد دوشنبه خواهد شد. طبق رسانه‌های خبری ایران و تاجیکستان، رحیمپور در جریان سفرش با سیراج‌الدین اسلف ملاقات نموده و دو جانب همکاری‌ها را بررسی خواهند کرد. درباره این سفر دیپلماتی بلندپایه ایران به تاجیکستان بعضی از رسانه‌های ایرانی خبر داده و گفتند که معاون وزیر کارهای خارجه ایران در برابر تاجیکستان از روسیه، ترکمنستان و هندوستان هم بازدید خواهد کرد. آنها نوشتند که سفر ابراهیم رحیمپور بر اساس دعوت مقامات دیپلماتی این کشورها صورت می‌گیرد. دیدار معاون وزیر کارهای خارجه ایران از تاجیکستان زمانی انجام می شود که در پی دعوت رسمی محیدین کبیری، رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی، برای همایش وحدت اسلامی و دیدار او با رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای، رواتب دوشنبه و تهران تا اندازه خدشه‌دار شده است.